جوان دختر هر روز از لب چشمه به خانه اشان آب می آورد. در یکی از روزها به چشمه که نزدیک می شود می بیند آنجا چند نفر جوان پسر به همدیگر آب پاشی کرده یکدیگر را حقارت و دشنام داده ایستاده اند. دختر جوان وقت این صحنه را می بیند می ترسد و زود خودش را به کنار می کشد و پشتی بوته پنهان می شود. وی مدت منتظر می ماند تا اینکه جوان پسرها چشمه را ترک نموده از آنجا دور می شوند. جوان دختر همین که می خواهد به طرف چشمه حرکت کند می بیند یک مرد جوان ریشدار به لب چشمه نزدیک شده ایستاده است. جوان دختر دوباره می خواهد پنهان شود ولی با خودش می گوید به نظرم این مرد ریشدار آدمی مؤمن و با تقوا است. به من کار نخواهد داشت و آزار نخواهد رساند، چون که تماما به آن جوانهایی که شوخی‌های زشت می‌کردند مانندی ندارد. اگر حاضر از لب چشمه آب نگیرم دیر می‌شود. کی می‌داند شاید بعد از رفتن این مرد ریشدار آن جوانهای بد اخلاق دوباره پیدا شده بیایند. جوان دختر با این فکر به لب چشمه نزدیک می‌شود. مرد ریشدار با دیدن دختر جوان شروع می‌کند به گپ پرتایی و به او سوال‌های گفت گپ‌ها خولیگنز که می‌دهد. جوان دختر که تماما انتظار چنین رفتار را نداشت هم در حیرت میماند هم سخت میترسد. جوان ریشدار هرچی گپ پرتافت و سوال داد اما دختر جوان هیچ سخن به زبان نآورد. وی میخواست هرچی زودتر کوزه اش را پر کند و از آنجا دور شود. جوان ریشدار دید که دختر به وی تماما توجه ندارد و به یگان سوالش جواب نمیدهد. به این خاطر سخت عصبانی شد. در حالی که دختر کوزه پر از آب را بر روی شانه‌هایش گذاشته بود، جوان ریشدار غضبناک شده سنگ را گرفت و با تمام قوت به کوزه زد. کوزه شکست و پاره از آن گوش دختر را برید. مرد جوان وقت خون را دید وحشت زده شده گریخت. جوان دختر گریه کنان به خانه اشان برگشت و با همراه پدرش به پلیس مراجعه کرد. بعد از دستگیر کردن جوان ریشدار دادگاه چنین حکم برآورد که وی باید قصاص شود و گوشش را به مقداری که گوش دختر بریده شده است ببرند. جوان دختر به حکم دادگاه اعتراض کرده گفت گوش این مرد به من آزار نرسانده است، بلکه ریش او بود که مرا فریب داد. گمان کردم که از طرف وی من در امانم و هیچ آزار نمی رساند. پس عدالت این است که ریشش را بتراشید تا دیگران مثل من فریب ریش او را نخورند. ای جوان ریشدار، بدان که این سنت اسلامی نباید از روی هوای و هوس باشد. رفتارت را سنجیده و گفتارت را فهمیده انجام بده. مسئولیت سخت را بر گردن خود نهاده ای. احتیاط کن تا دیگران به خاطر باور کردن به ریش تو فریبت را نخورند. کار نکن که به خاطر ریش تو مسلمانان دیگر ضربه بینند. اگر شایستگی اش را نداری همان بهتر که ریشت را بتراشی.